سلام، خسته نباشید دوستان. رسیدیم به بخش چهارم ویدیو آموزشی ما در رابطه به ترکیه بورسالاری. در این ویدیو در رابطه به توصیه نامه حرفای خود می داشته باشیم. قسمی که دوستا خواسته بودن درباره توصیه نامه حرفای مهمی را می داشته باشیم که یکی از اسناد بسیار مهم در ترکیه بورسالاری می باشد. دوستای عزیز، یکی سوالی که در ذهن من شما کرده بودین در کامنت ها ما بار اول براتون جواب میتونم، بس میم سر از ویدیو حتما بحث میکنیم. یکی از برادرها گفته بودن شما بار اول قبول شدین. ما متصل بار اول ترکیه بورسالاری قبول شدیم و همین سالی که ترکیه بورسالاری اپلای کردم ما 4 بورسیه اپلای کرده بودم. هر 4ش را به دست آورده بودم که چون همو آرزوی کودکی و هدف کودکی می بود که ترکیه درس بخوانم. در این 4 تا ترکیه انتخاب کردم و آمدم ترکیه. و سوال بعدی که از برادر گفته بود دانشگاهی که افغانا را میپذیرن و نمیپذیرن آنها را بگو. این دانشگاهی که شامل می ترکیه بورسالاری یا ATB میشه، همه اینها میپذیرن، هیچ مشکل نداره. تو 12 انتخابی که داری دل 12 تا انتخاب میگیرین، دل 2 تا را همون هر دانشگاهی را که انتخاب کنیم به اساس همون شایستگی و معیارت یکی از دانشگاه ها و یکی از اون رشته ها را براتون میتوله کوشش کنین رشته یک رشته معمولا یا 2 رشته انتخاب کنین. زو بیشتر ما به دوستان میگم که چون بی هدف معلوم میشین، ولی دانشگاهتون نمیتونین 12 انتخاب کنین. من خودم شخصا فقط 2 رشته انتخاب کرده بودم و 4 دانشگاه، چون میفهمیدم که قبول میشم دیگه من 8 دانشگاه دیگه اصلا انتخاب نکردم که ما واسه الحمدلله تونستم پیروز شم. شما برادرای عزیز و خواهرای گرامی تا آخر ویدیو را تعقیب کنین که موضوعات مهمی است براتون گفته شود و قبلش هم براتون توصیه میکنم اگر ویدیو گذشته را ندیدین برین ویدیو گذشته را ببینین. درباره شرایط امتیازها و درباره انگیزه نامه اسناد اضافی هم این مواردش بحث شده. انشالله که هر کسی که آرزوی تحصیل ترکیه داره قبول شود و ویدیوهای ما مفید براتون واقع شود. خواهشاً شما ویدیو ما را لایک کنین، کامنت بگذارین و همچنین اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، زنگ برای کفشا بتین. به مجرد که ما ویدیو آپلود کنیم بعد دسترسی شما قرار میگیره. خب ترکیه بورسالاری یا بورسیه دولتی ترکیه، اینجا براتون گفته شده که چرا مثلا توصیه نامه بورسیه ترکیه چیست و چرا مهم است. ما اینجا کمی براتون مثلا شرح دادیم، شما خودتون هم خوانده میتونید. مثلا توصیه نامه یکی از اسناد رسمی بسیار مهم در پرونده بورسیه ترکیه است که در آن یک شخص معتبر علمی یا اداری توانایی‌های علمی، اخلاقی، شخصیتی متقاضی را تایید میکند. این سند به کمیته ارزیابی کمک میکند تا فراتر از نمرات و مدارک تصویر واقعی‌تری از شایستگی و ظرفیت همین متقاضی را چی کند و او بدانه. مثلا پیشرفت متقاضی به دست آوردن و نقش مهمی که در تصمیم گیری نهایی دارد. یعنی چی؟ مثلا این که یک شخص علمی که یا استاد توست یا مثلا کسی که استاد توست دیگه طبعا، یا که یک شخص علمی است او شناخت داره تو رو توصیه میکنه به کمیته و این بسیار مهم است. یکی از اسنادهای بسیار مهمی است که شما را میتونه و نقشایتان را به قبولی پررنگتر داشته باشه. مثلا میتونه پروفسور، شخص علمی، هر چقدر شخص علمی بزرگتر باشه مهمتر است که یعنی ارزشتر است توصیه کنه شما را. ببینید اینجا براتون گفتیم نکات کلیدی که حتما باید در توصیه نامه ذکر شود. کدام موارد ذکر شود خوب را ببینین، دقیق شوین. در ابتدا مشخصات کامل متقاضی توصیه شونده، یعنی کسی که توصیه میشه. مثلا که تو میخوای بورسی ترکیه اپلای کنی طبعا دیگه تو توصیه میشی. چه چیزی باید ذکر شود؟ تو نام، تخلص کامل متقاضی باید به صورت واضح رسمی در توصیه نامه ذکر شود که اون نام و تخلصت مطابق با مو پاسپورت و تذکره. خب موضوع بعدی مشخصات کامل توصیه کننده، کسی که تو را توصیه میکنه، همون استادت است، همون شخص علمی، نهاد علمی، هر کسی که از تو را توصیه میکنه و کمیته پذیرش ترکیه بورسالاری از اون مشخصاتش باید باشه. از اون نام، تخلص کامل توصیه کننده، عنوان شغلی یا علمی، مثلا چیکاره است، مدیر کدام کورس است، مدیر کدام مدرسه است، مدیر کدام دانشگاه است یا استاد دانشگاه است، هر کاری که از خلاصه، یا مثلا از کدام نهاد دیگه است، محل کار یا نهاد مربوط باید درج شود. اگر این لازم هم نیست خب ما اگر باشه خوب است. بعضی مکاتب هستن مثلا درج میکنه که اداره مکتب. ما خودم شخصا از مکتب مثلا توصیه نامه نگرفته بودم.
اطلاعات تماس توصیه کننده این بسیار مهم است که این نیست که تو را ارزش میده که آیا توصیه نامه معتبر است یا نه. ایمیل رسمیش باشه، شماره تماس معتبر و در صورت امکان آدرس سازمان باید در توصیه نامه ذکر شود. اگر امکان داره مثلا گفتم آدرسش مثلا مکتب آدرسش کجاست یا کورس آدرسش کجاست، ولی لازم نیست این چیزاش لازم است. ایمیل رسمی، شماره تماس معتبر ذکر شود. امضا و اعتبار توصیه نامه. ببینید این امضا اعتبار توصیه نامه را بسیار بالا میبره. امضا خود به امضا که نداشته باشه قبول نیست. خب ایمیل، شماره تماس، امضا که نداشته باشه قبول نیست. توصیه نامه باید دارای امضای اصلی توصیه کننده و در صورت امکان مهر رسمی نهاد مربوطه باشد. اگر مهر داره مهر کنه، مهر خیلی خوب است دیگه، ارزش بالا میکنه. ببینید شما دو تا توصیه نامه الزامی است بالایتان، مثلا شما یک تا توصیه نامه میتونید ولی خود کمیته پذیرش برای شما توصیه میکنه که دو توصیه نامه آپلود کنید، ولی کسایی هستن که تا 5 توصیه نامه میشه آپلود میکنن، ما دیگه اونا میتونید آپلود کنید، ولی کمیت مهم نیست، کیفیت مهم است. اگر یک تا باشه 05 تا داشته باشه درست است. زبان توصیه نامه میتواند به ترکی، انگلیسی یا زبان رسمی دیگر نشته شود. مهمترین نکته وضوح محتوا و اعتبار توصیه کننده است. اصلا مهم نیست که به کدام زبان باشه، میتونید به زبان فارسی، هر زبانی را که میدانید شما نوشته کنین، کدام مشکل نداره، انگلیسی باشه ترکی باشه، ولی نه که هوایی نوشته کنین. اگه استادتون ترکی میفهمه ترکی نوشته کنین، اگر انگلیسی میفهمه انگلیسی، اگر عربی میفهمه عربی، اگر نه که راحت فارسی و اکثریت فارسی هم باشه، هیچ کدام مشکل نداره. ترکی برساله همین خوبیش است که کدام مشکل نداره، حتی سند به هر زبان باشه. خب ولی مهم چی بود؟ واضح باشه، محتوایش معتبر باشه. محتوای ببینید این قسمت را، محتوای اصلی توصیه نامه. در متن توصیه نامه باید به توانایی علمی، تعهد، نظم، اخلاق، انگیزه تحصیلی و ظرفیت پیشرفت آینده متقاضی با مثال‌های واقعی اشاره شود. اینی موارد بسیار مهم است. تعهد تو، نظم، اخلاق، انگیزه. کوشش کنید که توصیه نامه رو عمومی برتان نشته نکنید که یک شاگرد بسیار خوب بود، لایق بود و بس تمام نه. باید حتی ببینید این رازا رو همه برتان میگم که شما باید لااقل برام دعا کنین. خب حتی کسی که تو را توصیه میکنه اگر او واقعا دل بسوزانه و یک شخص واقعا علمی باشه، تو را در رشته توصیه میکنه، برای تو از مو لیاقت در رشته گپ میزنه، اینجا تو را توصیه خصوصی میکنه به طور ویژه که بسیار نقش داره دیگه. نقش توصیه نامه در بورسیه ترکیه. توصیه نامه یک ببینید چی نقش داره در بورسیه ترکیه، همین ترکیه بورسال یا بورسیه تیبی. توصیه نامه یکی سند تکمیلی اما بسیار تاثیرگذار است که میتواند نقاط قوت متقاضی را بررسی کرده و شانس قبولی او را چی کنه؟ افزایش بده، که خیلی افزایش میده و خیلی مهم است. انگیزه نامه، توصیه نامه موارد بسیار مهم است. نمره کانکور داشته باشین، نمره یوس یا بسیار خوب است، هرچند که مثلا نمره کانکور یوس چی نیستن؟ الزامی نیستن. ببینید اشتباهاتی که باید حتما از آن دوری شود، کدام اشتباهات را نکنین. خوبی به خاطر از در هر ویدیو ما براتون میگم که اشتباهاتی را نکنین چون رواج است. ناقص نوشتن مشخصات متقاضی توصیه کننده، نه که نام تو صحیح نوشته نباشه یا نام کسی که تو را توصیه نوشته نباشه یا دکتر است، ماستر است، هر آن چیزی که است و مثلا ایمیل آدرسش نوشته نباشه، شماره تماسش هیچ کنی دیگه چه ارزش نداشته. اون مثلا در پایین براتون واضح‌تر کردیمش که مثلا نداشتن ایمیل، شماره تماس یا امضا که یارا نداشته باشه خود که طبعا ارزش نداره. نوشتن توصیه نامه توسط دوستان یا اعضای خانواده. کدام اعضای خانواده نوشته کنه دوستی کدام اعتبار نداره. کپی برداری از متن‌های آماده اینترنتی، کدام متن بگیری کپی کنی، نه، این کدام فایده نداره. اخراق احساساتی نویسی و تعریف غیر واقعی. اخراق غلو کنه دویجه بسیار مثلا درازم بنویسه و بسیار گپا میزنه، فقط هم یک صفحه باشه در حدود مثلا 7-8 خط ولی بسیار جامع کامل که همون شخص هم معلوم شه و یک چیزی هست از متوسط نامه نوشته کنه و تعریف واقعی راست بکنه. انشالله که تو چی میشی؟ قبول میشی. خب این بود موضوع توصیه نامه که من براتون گفتم. انشالله که شما همه موارد را فهمیده باشین و براتون مفید واقع شده باشه. منتظر پیشنهاد انتقادتان هستم. انشالله شما تشویق کنید که در رابطه بعد دیگه ویدیو بسازیم درباره بورسی های دیگه و حمایت شما ما را قوت میده. تشکر از اینکه تا این دم همراه ما بودین. هر کس خاص واسه ما کار کرد که تیم ما در خدمت، ما برشان مثلا مشوره میتیم و موضوعات را در جریان باشن. قطعا سلامت بوده باشین. من انشالله همون لینک کانال ما را از واتساپ را در کپشن از این ویدیو میگذارم.
تا ویدیوی بعد